با کمبارش آمدن فصل زمستان تمام کشاورزان شهر حصار برای گرفتن حاصل خوب ناامید نیستند. بازرگانان خواجگی‌های دهقانی و زمین‌های یارورسانی اهالی جماعت‌های دهات شهر حصار با مقصد بهتر نمودن حالت ملیارتیوی زمین‌های آبیارشونده کشاورزی و بلند برداشتن محصولات نوکی، زهبر و زرکشان را تازه کردند. کوشش می‌نمایند که یخابمانی زمین‌های کشاورزی را خوب براه مانند. چهلی که دیده ایستاده امسال در مقیاس جمهوری تاجیکستان گرمی آمد. با سپارش‌های پیشوای ملت با سپارش امر رئیس شهر حصار در تمام دهه‌های حدود جماعت دهاتی نوآباد یخاب مانده ایستاده‌اند. خیلی که ما اگر یخاب نمانیم نمیگری نیست میشود. ماندن یخاب چی فایده دارد؟ ماندن یخاب برای زمین نیست کردن حشرات‌های ضرررسان، نیست کردن کسالی‌های گوناگون، بیدار نشدن درختان. خیلی که ما 550 گکتار باغ‌های دونکدار در حدود جماعت موجود میباشد. مردم با پررگی برآمده زمین‌هایشان را آبمانی کرده ایستاده‌اند. تمام خواجگی‌های خرد و میانه شهر حصار زمین‌های کشت تیرماهی از جمله گندم، پیاز، جو و دیگر نمونه سبزیجات پولیزی را آبیاری می‌نمایند. من شما دیده ایستاده که مخش‌ها کم کم نشانه‌های پیدایش شکفتن کرده است. ما باید اینا افزایش قفو پرتیم برای که از پیش ولی با یک ماه دیگر زمستان است. بهار تا بهار 40 روز دیگه است. برای همین دو بار خوکاب دادم افزایش خیلی کم شد. 10-15 روز قفو پرتافت. من حاضر با دیدم که با گرمی بلند شده است. اون خوب میمونه این ذخیره آب برای تابستان برای محافظت کردن همین راستانی که اخرام در هم وقتی معین شده که پروردگار آفریده در بهار هم گل کنه حاصل بنده صاحب یک دام محصولات شما زندگی پیش بریم. از روی مصلحت متخصصان یخابمانی در این شب و روز با نشونمای سبزیجات و نگهداری نمی زمین و دیرتر بیدار شدن درختان مساعدت نموده است. چند سال باز ما باغ داری میکنیم لیکن این سال بسیار سال قاق آمد برای نم از داشتن بر نهالات تیز برای چیز نشدنش هوشیار نشدنش یخاب البته لازمه یخاب ماندن در کار همه جا ما برای همین حاضر من باغات یخاب ماند شده. این حال کارهای اگرتکنیکی و آبیاری زمین‌ها در همه خواجگی‌های خرد و میانه جماعت و دهات متشکلانه جریان دارد.